اوج بگیر برای بهتر دیدن، نه برای دیده شدن. سلام بر تویی که میخوای شروع کنی، برای هدفت بجنگی. چه پایه ششم و نهمی هستی برای سمپاد و چه پایه کنکوری هستی برای دانشگاه و رشتت. داری میجنگی سر یک درسی به نام هوش و استعداد تحلیلی. من به عنوان مربی و تو به عنوان دانش آموز اینجا هستیم که به اون هدفی که میخوایم با هم برسیم و توی این مسیر راهنمایی کنیم و نکاتی رو بگیم، تستایی رو بزنیم، راهکارهایی رو بگیم که تو رو راحت‌تر و سریعتر از مسیری که مانعش کمتر، سرعتش بیشتر، هموارتر به مسیر موفقیت شبیه تو رو به آخر سر مقصد موفقیت برسونه. مسیر احتمالاً مسیر سختی نباشه زمانی که تو هر موردی رو که من در این دوره ذکر میکنم میگم یاد میگیری، تمرین میکنی، تکرار میکنی و توی ذهنت و به خاطرت میسپری و وقتی سر جلسه آزمون میری سوالات رو میبینی، همه سوالات به نوعی برات تکراری خواهند بود. پس شرط اول استفاده از این دوره تلاش و استمراره. این کتابی که ما تدریس خواهیم کرد سفری به اعماق هوش، نوشته خود بنده و اولین کتاب عمق ایران که حاصل جمع‌آوری شده تقریبا بیش از 10 کتاب ایرانی، بیش از 4 آزمون‌های آزمایشی باز داخل ایران و سوالات تألیفی خودم و نهایتاً کتاب‌های هوش خارجی و آزمون‌های استاندارد و بین‌المللی هوش. حالا چه کتاب‌های ایرانی؟ هوش کمپلکس، هوش ایتی، هوش اسمارتیز، هوش سیاه فرهنگیان، کتاب‌های هوش قلمچی، سگانه هوش، هوش مالتیپل، ریموت، سی پی یو هوش و تستونامی نهم و ششم و کتاب‌های دیگه‌ای که خیلی استفاده شده ولی دیگه اگر نام ببریم ویدیو ما طولانی میشه و صبر شما به اتمام میرسه. خب آزمون‌هایی چون گزینه 2 گاج، قلمچی و ماز هم سوالاتش در این کتاب قرار گرفته. کتابی که جلوتون هست 900 تست دارد، 560 سوال در 5 و 6 حالا فکر کنم فصل: هوش کلامی، هوش تصویری، هوش منطق، هوش تجسمی، هوش محاسباتی و هوش ریاضی. 6 فصل، 560 سوال و بعد از اون سوالات آزمون‌های کنکور و سوالات آزمون سمپاد هم پایه ششم و هم پایه نهم در این کتاب قرار داره. یک پک کامل برای تسلط بر درسی چون هوش و استعداد تحلیلی فکر کنم اینا کافی و کامل باشه. خب ما در این دوره سفری رو با هم خواهیم داشت طبق عنوان این کتاب، سفری به اعماق هوش. تا جزئیات هوش پیش خواهیم رفت چون آزمون‌های اخیر سمپاد و کنکور نشون داد که بدون تسلط و تمرکز بر روی جزئیات هوش نمیتوانیم سوالات هوش رو حل کنیم. یکی از پارامترهای اصلی حل سوالات هوش خلاقیته. ما در این دوره و سفرمون خلاقیت‌هایی رو از شما خواهیم خواست، خلاقیت‌هایی رو به شما آموزش خواهیم داد تا اون قسمت خلاقیت شما در این دوره به صد خودش برسه. خب ما در این دوره سفرهایی رو خواهیم داشت به اعماق مختلف هوش. از عمق 1 متری که همین صفحه هست شروع میکنیم. هر صفحه ما حکم 1 متر عمق رو داره که هی جلوتر که میریم این عمق بیشتر و بیشتر خواهد شد. یک سری افرادی جا میزنند میرند، سختی مسیر که تلاش و استمراره به جون نمیخرند، شیرینی موفقیت رو ترجیح نمیدهند به تلاش استمرار الان و نهایتاً وامیدن و خداحافظ. اما بعضی ها شیرینی موفقیت رو به تلخی تلاش و استمراری که الان باید انجام بدن ترجیح میدن. سعی میکنن، تلاش میکنن، صبر میکنن و این نتیجه صبر و تلاش
چیزی نیست جز موفقیتی که در انتظار ماست. همین الانی که شروع دوره رو داری میبینی، به همین زودی ها اتمام دوره رو خواهی دید. خیلی سریع میگذره، ولی مهم استفاده کردن و لذت بردن از مسیر سفر هست. ما یک سفری رو به اتمام و مقصد هوش خواهیم داشت. در هر سفر نامه‌ای به دست ما خواهد رسید. اون نامه رو میخونیم، اطلاعات رو به دست میاریم، یک نامه اولیه از اطلاعات کلی به ما خواهد داد. بعد میریم توی تست ها کاوشگری میکنیم. اسم شما یک کاوشگره، من مربی شما. با هم تست ها رو حل میکنیم. از هر تست نکات جدیدی یاد میگیریم، نکاتی که احتمالاً قبلا بلد بودیم یا نکاتی هست که جدیده و تازه داریم یاد میگیریم. اینها میشه موضوعاتی که شما باید توی کاوشگر بهش دقت کنید. نکاتی که در تستا گفته میشه، روش هایی که گفته میشه، خلاقیت هایی که خدمتتون ارائه خواهد شد، حتما موظفید اینها رو برای جلسه بعد نامه هامون رو مطالعه، تست هامون رو مرور کنید و برای جلسه بعد حاضر بشید. نکته بعدی راجع به بریم یک کوچولو کتاب رو ببینیم و مقدمه کتاب رو من خدمتتون بخونم، بعداً باز وارد نکاتی خواهیم شد. در مورد کتاب خدمتتون خواهم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. هوش یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیز ترین مفاهیم در علوم شناختی و روانشناسی است. این پدیده ذهنی توانایی های گوناگونی همچون حل مسئله، یادگیری، فکر نقدگونه، خلاقیت و تصمیم گیری را در بر میگیرد. درک و بررسی ابعاد مختلف هوش همواره مورد توجه پژوهشگران و متخصصان این حوزه بوده است. این کتاب حاصل تلاش و همت بسیاری از عزیزان است که بدون همکاری و راهنمایی آنها تحقق این اثر مؤثر نمی‌شد. نخست از جناب دکتر نقی‌پور که عنوان مناسب و هوشمندانه‌ای برای این کتاب برگزیدند و در طول تدوین و سازماندهی آن راهنمایی‌های ارزشمند و سازنده‌ای ارائه دادند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از دوستان گرامی جنابان سید هادی حسین‌زاده و نوید رهنمای بناب که با طراحی زیبا و جذاب جلد کتاب ظاهر آن را دلنشین و چشم نواز ساختند، صمیمانه سپاسگزارم. در پایان از دوست عزیزم جناب آقای زانیار پورآذر که در ویرایش و ویراستاری این اثر نهایت دقت و تلاش را به کار بردند، کمال تشکر و امتنان را دارم. امید است این کتاب بتواند گامی هرچند کوچک در راستای ارتقا و توسعه دانش آموزان عزیز باشد. علی اشرف پور، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز. خب، عنوان متن مقدمه باشه که شما هم دوست داشته باشید. نکته‌ای که هست اینجا یک تعهدی با هم می‌بندیم. تعهدی که هم نشون دهنده اینه که من نهایت تلاشم رو میذارم در این دوره و تعهدی که شما میبندید بر اینکه تلاش و استمرار در تلاش رو در این دوره و سفرمون رو قبول کنید و انجام بدید. تقبلش کنید. تعهد کنید که من میتوانم این کار رو انجام بدم. این تعهد در جلسه 0 به معنی تعهد چند جانبه است. هوش، ذهن، دقت، خلاقیت، تمرکز، تلاش، استمرار، همه اینها دست به دست هم خواهند داد در این تعهد و ما رو تا آخرین جلسه این سفر پیش خواهند برد. نکته آخر راجع به کلیات سوالات هوش در آزمون‌های سمپات و کنکور هست. ما در آزمون‌های سمپات تقریباً میتونیم بگیم نصف سوالات
آزمون سوالات هوشه و این داره مهم بودن و با ارزش بودن سوالات هوش رو نشون میده. و در کنکور هم که مطرح میشه، در کنکور فرهنگیان داره به عیان نشون میده که حتی اگر کنکوری هم باشی باز باید بر هوش تسلط داشته باشی. حتی عزیزان بالاتر از کنکور هم ما باز آزمون هوش داریم در مقطع دکترا و دکتراهای تخصصی، سوالات هوش برای تمامی رشته ها و شاخه هایی که از اون رشته ها هست مطرح و طرح میشه. پس این داره نشون میده که حتی دکتر و مدرک دکترا هم داشته باشی باید سوالات هوش رو بلد باشی، حل کنی، خلاقیت داشته باشی و اگر مسئله مطرح میشه تو بتونی اون رو به بهترین شکل ممکن حل کنی. در این مسیر من اسم شما رو گفتم، اسم خودم رو گفتم مربی. به کسی که بتونه بالی رو برای یک فردی ایجاد کنه، اون بال پروازه، بال اوجگیریه، بال نمیدونم اینطوری بگم که از لحاظ علمی و عملی بتوانند یک فردی رو به اوج خودش برسونه، بهش میگن آلیفروس. آلیفروس دقیقا همینه. اگر دوست داری خودت رو کاوشگر و من رو آلیفروس بنام و شروع مسیر و این سفر رو بزن و با تعهدنامه‌ای که این جلسه بستیم مطمئن هستم تویی که در عمق 3 متری تعهد بستی با من، تا عمق 1000 متری هم با هم بریم روی این تعهدت باقی میمونی. جز افراد اندک که اون افراد اندک شیرینی موفقیت رو نچشیدند که به تلخی تلاش و استمرار صبر بورزند. به همین دلیل تو میدونم با موفقیت خواهید رسید، موفق خواهید شد با من آلیفروس و تو کاوشگر. جلسه 0 ما بود. از جلسه بعدی استارت واقعی هوش رو برای شما خواهیم زد و انشالله که یک سفری پر از ماجراجویی، پر از موج و دریا باشه برای شما، پر از آرامش باشه و یادگیری نکاتی که تا الان نمیدونستیم یا مرور نکاتی که بلد هستیم انشالله برای شما باشه. خسته هم نباشید. تا جلسه 1 منتظرتون هستم. خدا نگهدار.